رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 27 ایون ضمن یک افطار در انقره نامه‌اش به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را شرح داد. در این نامه به گفته کرمل رجب طیب اردوغان برای محو هواپیمای جنگی روسیه از طرف نیروهای ترکیه معذرت خواسته است. رجب طیب اردوغان گفت امیدوار است ترکیه و روسیه وضع فعلی را هرچی زودتر پشت سر می‌کنند. توسط نامه به جناب پوتین من از حوادث به وقوع پیوسته ابراز تأسف نموده یادآور شدم که ما در خاورمیانه امکانات وسیع همکاری داریم. باور دارم که با رفع وضع کنونی که بر زیان هر دو جانب است، روابط ما با روسیه به زودی بهبود می‌یابد. بعد محوی هواپیمای جنگی روسیه در ماه نوامبر مناسبات دو کشور همسایه بسیار سرد شد و روسیه رابطه اقتصادی زیادی را با ترکیه کند. درباره قرار ترکیه برای کاهش دادن تنش با روسیه صحبت داشتم با عباس جوادی، شورای مسائل ترکیه و مدیر منطقوی رادیو آزادی. آقای جوادی، رجب طیب اردوغان که بعد از محو هواپیمای روسی در ماه نوامبر گفت روسیه با آتش بازی میکند، حالا چرا یک بار از مسکو معذرت خواسته است و همین گونه خواستاری به اعتدال آوردن مناسبات میان دو کشور شده است؟ این سوال رو در رسانه‌های ترکیه شخصیت‌های مهم ترکیه و اونایی که اساساً مخالف حکومت ترکیه هستن میپرسند و میگویند که خب این عین همین داستان و کار رو ما میتونستیم 7 ماه پیش بکنیم، در ماه نوامبر بکنیم وقتی که این حادثه رخ داد. اصولاً چرا رخ داد؟ جوابش این است که هیچ جوابی هیچ کس منطقی ندارد به این، مگر اینکه خود اردوغان روزی در شرح خاطراتش بعد از 20-30 سال بنویسد. حالا داستان بر سر این است که تا سال 2010 قریب، یعنی 7-8 سال بعد از انتخاب آقای اردوغان، حزب آقای اردوغان، ترکیه در مجموع سیاست اونچه که ما حالا موازنت منفی یا موازنت مثبت میتونیم بگوییم، به این معنا که داشت، به این معنا که با همه دولت‌ها و حکومت‌ها به خصوص با همسایه‌هاش چه سیاست این طرف یا اون طرف داشته باشن مناسبات بسیار خوبی داشت. از جمله با بشار اسد خود آقای اردوغان روابط بسیار صمیمانه و نزدیک داشت. از 2010-11 به بعد تا کنون چی شد معلوم نیست. هم اردوغان هم در داخل در ترکیه و هم در خارج در بین همسایه‌هاش چه درباره مداخله و مسائل داخلی مصر باشد، عراق باشد، سوریه باشد و غیره و غیره مداخله کرد و حرکت بسیار تندروانه و در کلام هم در عمل هم حرکت تندروانه در پیش گرفت. حالا اینش معلوم نیست چرا اینطور شده، هم در داخل هم اینطور شده است. ولی از نقطه نظر ترکیه اگر نگاه کنید، صرفاً از نقطه نظر ترکیه اگر نگاه کنید، این اقدام یعنی اقدام برای مصالحه با روسیه و همچنین اقدامی که همان روز دوشنبه پیش آمد به معنای قرارداد، یعنی متن و پرینسیپ رازگی و توافق با اسرائیل، هر دو اقدام هایی هستند که از نقطه نظر منافع خود ترکیه، حتی منطقه رو نمیگم، خود ترکیه بسیار اقدام های خیر و صلاح برای منافع خود ملت ترکیه هستند، به خاطر اینکه یک قدم دیگر هرچه هم دیرتر، حتی شاید 7 ماه پیش روسیه لازم نبود با این مشکل با روسیه پیش می آمد، 7 سال پیش با اسرائیل لازم نبود این مشکلات پیش می آمد، به هر حال شده است. و میگوین که همه هم میگفتن که منم جزو کسایی بودم که میگفتم اردوغان کسی نیست که ما میگوییم حرف مرد یکی است، حرفش عوض نمی کند و غیره. خود ترکا میگوین اونچه که توف کرده است نمیلیسد یا میلیسد. این شک آدم نیست، ولی واقعیت این است که حقیقت زندگی و مخصوصا سیاستمدارها رو اگر عاقل باشن حتی با 7 سال و یا 7 ماه تأخیر وادار میکند که حرفشون رو عوض کنند.
بسیاری از رسانه‌های ترکیه و همچنین رسانه‌های معتبر بین المللی نوشتند که یکی از دلایل اصلی حرکت ترکیه برای بهتر کردن مناسبات با روسیه دلایل امنیتی است، چون ترکیه طی چند ماه اخیر شاهد حمله‌های زیادی تروریستی در داخل قلمرو شد. کاملا درست، به نظر من کاملا درست است. من همین 2 هفته پیش که در ترکیه بودم، یکی از کسایی که من میشناسم از دایره نزدیکان حکومت و حکومت آقای اردوغان، حکومت آقای ایلدریم حالا و پرزیدنت اردوغان، که مربوط به دایره اطلاعاتی و امنیتی مثل ارتش، مثل پلیسیا، مثل دستگاه‌های امنیتی می شود و اطلاعاتی می شود، تا جایی که میتونست به من توضیح داد و منم تا جایی که میتونستم فهمیدم این است که در 1 سال اخیر، 7-8 ماه اخیر به خصوص، تقریبا همه مشاورهای آقای اردوغان به وی مصلحت میدن و دادن و میدن که وضعیت داخلی ترکیه از نظر تروریسم که اساساً از ناحیه نه دولت اسلامی، گروه دولت اسلامی، بلکه از ناحیه PKK و این حزب کردی می آیند، برای حیات و ممات ترکیه بسیار بسیار تعجیلی و تبدیل به یک خطر فوری و تعجیلی شده است و باید هم در خارج، در همسایه ها به خصوص و هم در داخل کشور شرایط آماده کرد که ترور رشد پیدا نکند، PKK از این وضعیت سوء استفاده نکند، بلکه یک مصالحه ملی هم در داخل، هم مصالحه با همسایگان در پیش گرفته شود. به نظر من این تنها توجیه و توضیح هست که ما میتونیم در این مورد بدهیم. حالا مشکل در این است که سوال در اینجاست که اگر یک جانبه هست این مصالحه و یا توافق با اسرائیل، با توافق با روسیه زیاد همخوانی ندارد. یعنی توافق با اسرائیل را می شود فهمید که احتمالاً ترکیه می خواهد صرف نظر از مسائل اقتصادی، می خواهد با اسرائیل از نظر استراتژی در منطقه، شاید به گفته بعضی ها حتی از مفسران ترکی، همراه با عربستان سعودی شرایطی در منطقه و مخصوصا در مقابل ایران به وجود بیاورد که به هر صورت ترکیه و عربستان برنده باشند و کشورهای مهم اساسی به درجه اول اسلامی باشند. این یک، ولی در اون صورت نزدیکی به روسیه رو چطور می شود توضیح داد؟ به نظر من اگر ما برگردیم به این فلسفه سیاست توازن مثبت قبل از 2010 که جمهوری ترکیه تا 2010 همیشه این سیاست رو ادامه میداد، یعنی روابط خوب با همه، در اون صورت می شود اینو فهمید که چرا همزمان اتفاقا در یک روز دوشنبه هم اقدام بهبود مناسبات با روسیه اعلان شد و هم با اسرائیل، در حالی که اینا گفتم زیاد همخوانی ندارن. امید من حداقل این است که این هم برای این کار عملی خواهد شد، امید بر این است و این هم به نفع از نقطه نظر ترکیه به نفع ترکیه است، هم در نهایت به نفع منطقه است. و تا کجا درست شدن مناسبات بین ترکیه و روسیه میتواند به خاتمه جنگ در سوریه و یا حداقل کاهش مناقشه در این کشور مساعدت کند؟ این حداقل امید کسایی هست که واقعا هر روز با دیدن منظره‌های فاجعه‌ای انسانی در سوریه، بمباران‌ها، فرق نمی‌کنه از طرف هر کسی که باشد، زجر می‌کشن. امید این است که این برادرکشی و جنگ شهروندی که در سوریه برپا شده و همه کشور رو نابود کرده و تقریباً صدها هزار نفر کشته شدند، بیجا شدند، بی خانمان شدند، فرار کردند. دولت اسلامی از یک طرف، نمیدونم گروه های دیگر فوندامنتالیستی و اکستریمیستی و
مسلح، از طرف دیگر فقط دولت اسلامی که نیست، از طرف دیگر حداقل یک کمی آرامش پیدا کنه. امید این است. تشکر. عباس جوادی، شورای مسائل ترکیه و مدیر منطقوی رادیو آزادی صحبت می‌کرد.